میگویند صلی الله علیه و سلم شما بین حج و عمره همیشه در تواصل باشید، یعنی عمره کنید بعدن حج کنید، حج کنید بعدن عمره کنید، برای اون که این عمل ها هم فقر هم کمبغلی شما هم گناه های شما را تازه میکنند، چگونه که آتش طلا و آهن را از کیرها یا گفتیم زنگ ها تازه میکند. عمره کردن و حج کردن اصلا سبب کمبغلی نمی شود وقتی ما به خاطر الله آن را انجام دهیم. فقط مشکلی در این است که عزیزان وقتی گفتیم ما باید حج کنیم عمره کنیم، هر یک نفری که گفت من به خاطر الله حج میکنم، پولم رو صرف میکنم، وطنم رو ترک میکنم، خانوادم رو ترک میکنم، عمره میکنم 2 هفته و 3 هفته حج میکنم 1 ماه و 20 روز، او وقتی برمیگردد علل خصوص از حج فرضی مثل کودک تولد شده از مادر بیگناه برمیگردد، اما به شرط آن که تو نیت خالص داشته باشی.